درود بر شما. در ادامه سوالات پایان فصل بیضی و سهمی ها در کتاب هندسه 3 از مبحث مقاطع مخروطی، کتاب 12 رشته ریاضی، مسئله شماره 14 رو با هم دیگه حلش میکنیم. بسیار سوال قشنگیه، استفاده بهینه از مبحث مقاطع مخروطی در رسم مثلث. فرض کنید از مثلث ABC اندازه ضلع BC و ارتفاع AH معلوم باشه، ارتفاع AH معلوم باشه، HA هست، محیط مثلث هم داده شده باشه. پس دقت بکنید، اطلاعاتی که ما داریم اینا هستن. یکی BC به طول A معلوم هست، اینا معلوم هان، مقادیر معلومن، یه عدده. ارتفاع AH معلوم هست، این هم مقدارش برابر با HA هست. گفته مقدار محیط معلومه، یعنی اگر بیایم سه تا ضلع رو با هم جمع کنیم، A به اضافه B به اضافه C، این یه مقدار معلومیه. این مقدار معلوم من با B قرار میدم. دقت کنید، فقط A معلوم بودا، B و C معلوم نیستن. اما جالب شد، اگر A رو به اون ور منتقل کنید، اون وقت B به اضافه C هم مقداری معلوم خواهد بود. پس B به اضافه C میشه مقداری معلوم یا مقداری ثابت. پس از اطلاعات مسئله، قاعده BC به طول A معلومه، اندازه ارتفاع HA رو داریم. چون محیط معلوم بود، تونستیم از روش نشون بدیم که مجموع دو تا ضلع B و C معلوم هست. B به تنهایی رو نمیدونیم چنده، C به تنهایی رو هم نمیدونیم چند هست. خب حالا دقت بکنید به این شکل، طول ضلع BC که معلومه، پس رسمش واقعا کاری نداره، خیلی راحت ما میتونیم این رو رسمش کنیم. دقت بکنید، من میام اینجا یک پاره خطی رو به اندازه BC که اونجا داریم رسمش میکنم براتون. خیلی راحت این رسم میشه، یعنی نقاط B و C که ما دنبالش بودیم الان اینجا هستن. پس ما مشکلی با این قسمت نداریم، این BC هست. اما مشکل ما پیدا کردن رأس A هست. برای اینکه رأس A رو پیدا کنیم، ما نیاز به دو تا مکان هندسی داریم که در شکل و در صورت مسئله هر دوتا رو برامون لحاظ کرده. دقت بکنید، نقطه A که رأس مثلث باشه، ما نمیدونیم مقدار C و B چنده، اما میدونیم که مجموع فاصله A از B و C مقداری معلوم هست. نگاه کنید، وقتی داره مینویسه به ما که مقدار B به اضافه C معلوم است، پس رأس A کجا قرار میگیره؟ میگه رأس A روی این مکان هندسی است. مکان هندسی واقع است که به صورت زیره. روی کدوم مکان هندسیه؟ میگه که مکان هندسی نقطه‌ای در صفحه که از دو نقطه B و C مجموع فواصلش از B و C مقداری ثابت باشه. یه بار دیگه میگم، رأس A که روی مکان هندسی قرار میگیره، چه جور مکان هندسی هست؟ رأس A مجموع فواصلش از B و C مقداری ثابته. پس A کجاست؟ پس A روی یک بیضی واقع است. A روی بیضی واقع است که دقت بکنید، B و C کانونهای اون هستن. B و C کانونهای آن هستند. این یکی از، خب اما میدونیم که روی بیضی بیشمار نقطه وجود داره. کدوم یکی از اینها آ هست؟ بریم سراغ قسمت بعد. دومین مکان هندسی میگه که این رأس A از BC به فاصله HA هست. پس حالا رأس A باید کجا قرار داشته باشه؟ مکان هندسی نقطه‌ای که از BC به فاصله HA باشد میشه دو خط.
موازی با BC در دو طرف آن و به فاصله HA از آن. پس مکان هندسی دوم رو نگاه کنید. میگیم رأس A روی مکان هندسی دوم قرار میگیره. مکان هندسی دوم، اون مکان هندسی اولی بود. حالا مکان هندسی دوم چی هست؟ دو خط آ بر آ نقطه روی این بنویسیم بهتر هست. بنویسیم آ نقطه است روی این مکان هندسی، یعنی روی دو خطی که موازی، دو خطی که موازی هستند. دو خطی که موازی با BC قرار دارند در دو طرف آن و چی دیگه بچه ها؟ و به فاصله HA از BC قرار دارند. خب اگر ما بیایم این دوتا مکان هندسیامون رو رسم بکنیم، محل برخوردشون نقطه آ رو به ما خواهد داد. بریم با هم این دوتا نقطه رو، مکان هندسی ها رو با هم رسم کنیم و برای پیدا کردن رأس A کارمون رو پیگیری کنیم. خب ابتدا پس بیایم یک بیزی رو به این صورت در نظر میگیریم. بعد این بیزی رو من منتقل میکنم روی این، به این صورت. بچه ها نگاه کنید. خب پس الان رأس A که ما داریم دنبالش میگردیم باید روی این بیزی باشه، مکان هندسی یک. از طرفی گفتیم که رأس A باید روی یکی از این دوتا خط هم واقع باشه. اون دوتا خطی رو که موازی با BC و به فاصله HA از اون قرار میگیرن، اونها رو هم رسم میکنن. این یکی از خطوطمون، اینم یکی از خطهایی که با همون ویژگی های مکان هندسی رسمشون کردیم. محل برخورد این دوتا رو اگر دقت بکنید، این یه نقطه، اینجا هم یک نقطه هست، یه نقطه دیگه اینجاست و یه نقطه دیگه اینجاست. این رأس ها کاندیدهای چی هن؟ کاندیدهای قرار گرفتن رأس A بر این شکل هستن. خب حالا میایم از نقطه A وصل میکنیم به B و C. اگر به B و C وصل کنیم، اون وقت ABC مثلث مطلوب است، چون تمام ویژگی های مربوط به سوال رو داراست. سپاس از توجهتون. موفق باشید.